اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش، کتاب باغ نکوکاران، می‌فرماید باب سیوم از این کتاب باب الصبری، یعنی باب در مسئله صبر کردن. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب صبر چند آیت هایی که دلالت به صبر و فضیلت صبر و حالت صبر رو بیان کردن، چند آیت ها رو برای ما و شما تقدیم میکند. بعد از اون میگذره در قسم حدیث ها. اولا پیش از اونه که آیت های این باب رو شروع بکنیم، اولا صبر یعنی چی؟ صبر در لغت یعنی که بازداشتن و نگاه کردن و حبس کردن نفس رو میگویند. صبر یعنی که یک انسان نفس خودش رو از یک چیز باز میدارد یا انسان حبس میکند، اینها رو میگویند صبر. این در لغت است. اما در شریعت این حبس کردن نفس در برابر سه چیز می باشد. یعنی نفسی خودت را نگاه می داری در برابر سه چیز. آن سه چیز چی است؟ یکم، در برابر پایدار بودن بر طاعت الله جل جلاله. طاعت الله جل جلاله از ما و شما صبر طلب می کند تا اینکه ما طاعت الله جل جلاله را درست بجا بیاریم. این اولین چیزی است که باید انسان در خودش داشته باشد. یعنی که نماز خواندن صبر تحمل میکند، جهاد کردن صبر تحمل میکند، حج کردن صبر تحمل میکند، روزه گرفتن صبر تحمل میکند و زکات دادن صبر تحمل میکند، صدقه دادن صبر تحمل میکند. همه اینها صبر تحمل میکند، صبر طلب میکند از ما و شما تا اینکه ما در این عبادت قدم بگذاریم. این اولین درجه است. دومین چیزی که از ما و شما صبر را طلب میکند این یعنی که از محرمات الهی دور بودن است. در مقابل حرام کرده های الله دور بودن همچنین از ما و شما صبر طلب میکند. یعنی یک انسان میل دارد به چیزهای بسیاری، اما میداند که اون چیزها حرام است، نفس خودش را حبس میکند، نفس خودش را باز میدارد از نزدیک شدن به چیزهای حرام. پس دوم درجه صبر این چی است؟ این از حرام کرده های الهی دور ایستادن. و سوم چیزی که باید ما با خود داشته باشیم، یعنی صبر سومین قسمش این هست که در مقابله، در روبروی تقدیر تلخ باید تحمل داشته باشیم. یگان وزمینی ها بالامون می آید، مشکلات و پرابلم ها بالامون می آید، باید ما با خود صبر داشته باشیم، بی صبری نکنیم تا اینکه درجه صابرین رو به دست بیاریم. پس این سه چیز در انسان باید صبر داشته باشد. یکم در اطاعت الله، در دوم در محرمات الهی که باید دور باشیم، سوم در وزمینی ها و تلخی های روزگار و تقدیر. پس این رو میگوین صبر. پس باب امروزمون در این مسئله صحبت میکند، باب الصبری، باب در مسئله صبر. پس امام نووی رحمه الله درباره صبر چند آیت ها میارد. اولا میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 200 میفرماید یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. الله سبحانه و تعالی میگه که ای آن کسانی که ایمان آوردید، اصبروا یعنی صبر پیشه بکنید، صابر باشید، و صابروا و همچنین صبری در صبر داشته باشید. یعنی که انسان حالت می شود که در اول یک کار رو انجام دادن صبر دارد، اما با مرور وقت، با مرور زمان اون انسان صبرش رو از دست می دهد. الله سبحانه و تعالی علمی تأکید میکند که و صابرو یعنی صبری در صبر داشته باشید. در اول اون کار شما صبر داشتید، اون کار رو شروع کردید، با صبرتون زیادتر کنید، صبری در صبر کنید، در اون صبر بودگیتون استقامت بورزید.
و پایدار بمانید در اون صبر کرده‌تان. و صابرو پس معناش همین صبری در صبر، یا پایدار ماندن در آن صبر، یا استقامت ورزیدن در آن صبر، که الله سبحانه و تعالی ما و شما را میگه که شما صبر بکنید و صابر باشید ای بندگان الله، این کسانی که ایمان آوردید. پس این بود اولین آیت درباره صبر که الله سبحانه و تعالی از ما و شما را امر میکند که صبر بکنیم. در زیر میگوید که ای اصبروا علی الطاعات، یعنی شما صبر بکنید در طاعت و عبادت، والمصائب، همچنین در مصیبت ها و روزگار تلخ هم صبر بکنید، و عن المعاصی، همچنین از گناهان، از انجام دادن گناه هم شما صبر بکنید و به گناه ها نزدیک نشوید. و صابر الکفار، الله جل جلاله میگه که صابر الکفار ای غالبوهم، یعنی غلبه بکنید کافرها را. وقتی کافرها بر ضد شما جنگ میکند، شما بے صبری کرده ترک میدان نکنید، بلکه صبر بکنید، با این صبرتون غالب میآیید بالای کافرها. فلا یکونوا اشد صبرا منکم، الله سبحانه و تعالی میگه کوشش کنید که کافرها از شما ده زیادتر و بیشتر نباشد صبر و تحملشان. صابروا عدوکم ولا تخشوه و کونوا اکثر منهم صبرا، الله سبحانه و تعالی میگه که صبر کنید شما در مقابل دشمنتون و از دشمنهایتون نترسید و از جمله صبر کنندگان باشید، صبرتون رو زیادتر بگردانید. پس و صابرو معنایش چنین می باشد. این بود اولین آیت در زیر باب صبر. اکنون بعدش میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، یعنی دومین آیت درباره صبر، سوره بقره آیت 155. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 155 میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. الله سبحانه و تعالی میگه ولنبلونکم، یعنی حتما ما شما را امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم. در زیر میگه ای لنختبرنکم، حتما ما شما را اختبار میکنیم، امتحان میکنیم. لنعلم مدى ایمانکم، امتحان کردن برای چیست؟ الله میگه که برای دانستن ایمان شما هست. الله میگه ولنبلونکم، حتما ما شما را امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم. بشیء من الخوف، به چیزی، مثلا به مقدار از ترس، خوف، یعنی بالای شما خوف و ترس رو میاریم، با این ما شما را امتحان میکنیم. والجوع، و الله سبحانه و تعالی میگه همچنین ما بالای شما جوع و گشنگی و تشنگی و قحطی را بالاتون میاریم، قحطی بالای شما میآید. و نقص من الاموال، و الله سبحانه و تعالی میگه همچنین کم میکنیم در مالهایتون، مالهای شما را ما کم میکنیم از باب امتحان کردن. والانفسی، و همچنین الله سبحانه و تعالی میگه ما امتحان میکنیم با مصیبت آوردن بالای جانهای شما، بالای جانهای شما ما مصیبت میاریم، میبینیم که آیا صبر دارید یا نه. و ثمراتی، الله سبحانه و تعالی میگه همچنین ما شما را امتحان میکنیم با کم شدن محصولاتتان، محصولات و سبزوات و گندم و این چیزهایی که میکارید، دهقانی میکنید، الله سبحانه و تعالی میگه ما این را کم میکنیم، میبینیم که شما چقدر صبر و تحمل دارید. بعد از این الله میگه و بشر الصابرین، الله میگه بشارت بدهید، مژده بدهید انسانهای صبر کنندگان را، کسانی که صبر میکند اونها را مژده بدهید. پس در این آیت الله سبحانه و تعالی با این چیزها، یعنی که یکم با ترس، دوم با قحطی و گرسنگی و با بگم کم کردن محصولات، با اینها الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ امتحان میکند بندگانش را و حال بندگان را میبیند که بندگان چقدر صبر و تحمل دارند. این بود دومین آیت درباره صبر کردن. بعد از این امام نووی رحمه الله میگه و قال تعالی،
الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره زمر آیت 10. این سومین آیت در زیر باب صبر. الله سبحانه و تعالی میگوید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی هر آینه دریافت میکنن صبر کنندگان مزد مهنتشان رو، مزد صبر کردنشان رو بغیر حساب، به اندازه و به حساب و کتاب. یعنی که صبر و تحمل را اجر و پاداشش بغیر حساب است، بدون آنه که انسان حسابیدهش بتواند اینه که چقدر اجر و پاداش بزرگ دارد صبر و تحمل که الله میگه یوفی الصابرون، یعنی که دریافت میکنن، داده میشود برای انسانهای صبر کننده اجر و پاداششان، مزدشان برایشان داده میشود بدون حساب. این بود سومین آیت در زیر باب صبر. بعد از این میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، این سوره شورا آیت 43 می باشد. الله سبحانه و تعالی میگه که ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. الله میگه که هر کسی که صبر بکند، صبر پیشه بکند و غفر و از حق خودش گذشت بکند، در جایی که در حقش تجاوز نشود، یعنی که گذشت کردن از حقش سبب تحقیر کردنش نشود، در این صورت میگوید غفره، یعنی گذشت از حقش بکند. این ذلک لمن عزم الامور، هر آینه این کارا کردن، یعنی که صبر کردن و از حق خودت گذشت کردن، از عزم امور است، یعنی که از مقصود است، از کار بسیار بزرگی هست. این از عزم امور است، یعنی از کار است که با تلاش انسان به آن میرسد که اون چیت صبر کردن و گذشت کردن در مقابل حق خودت. اما گذشت کردن در مقابل حقت به شرطی هست که تو قدر و قیمتت پایان نآید یا تحقیر کرده نشوی. در این صورت میتوانی که از حقت گذر بکنی و صبر و تحمل را پیشه بکنی. این بود چهارمین آیت درباره فضیلت صبر کردن. بعد از این میگوید و قال تعالی، امام نووی رحمه الله میگوید الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره بقره آیت 153. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 153 میگوید که استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، یعنی که شما استعینوا، یعنی که شما کمک بخواهید، یاردم بخواهید از الله جل جلاله بالصبر والصلاة، یعنی که با صبر کردن، با حبس کردن نفس هایتون و صلاتی و با نماز، یعنی که شما صبر و تحمل رو پیشه بکنید و از الله جل جلاله کمک بخواهید که شما را در این صبرتون پایدار بگرداند. و صلاتی و همچنین با نماز همچنین از الله جل جلاله صبر و تحمل بخواهید که الله سبحانه و تعالی پایدار در ادا کردن نماز یا در خواندن نماز الله سبحانه و تعالی شما را پایدار بگرداند. ان الله مع الصابرین، الله جل جلاله میگوید که الله همراه صبر کنندگان هست. هر کسی که صبر میکند الله جل جلاله همراه صبر کنندگان می باشد. پس بودن الله همراه بنده به دو قسم تقسیم می شود. بودن عام هست. بودن عام یعنی چی؟ بودن عام یعنی الله جل جلاله با همراهی هر کس است، چه مسلمان است، چه کافر است، چه منافق است، چه فاسق است، الله جل جلاله با اون هست، از هر لحظه اون با خبر است، از هر نفسی کشیده و از هر کاری کرده اون با خبر است. این بودن الله جل جلاله با اون بندهش می باشد در همه صورت. اما در اینجا که ان الله مع الصابرین، الله جل جلاله همراه صابرین هست، این بودن الله بودن خاص است، بودن خاص که این طور بودن رو الله همراه فقط پیغمبرانش، همراه صالحین، همراه کسانی که تقوا و پرهیز دارند، همراه اونها می باشد. یعنی الله این طور بودن خاصش همراه اهل تقوا و اهل ایمان می باشد که اهل ایمان را از مشکلات دور می گرداند و اهل ایمان را مشکلاتش را حل می گرداند. این بودن
الله جل جلاله، بودن خاصی الله جل جلاله با بندهش می باشد. پس در اینجا ان الله مع الصابرین، یعنی الله سبحانه و تعالی همراه صبر کنندگان هست. چی نمود بودن؟ بودن خاصه که اون صبر کنندگان را پاداششان را زیاد میگرداند و از مشکلات دورشان میگرداند. خب این بود پنجمین آیت در زیر باب صبر، سوره بقره آیت 153. و قال تعالی، و آخرین آیت را، ششمین آیت را در زیر باب صبر امام نووی رحمه الله آورده، میگوید که الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره محمد آیت 31. الله سبحانه و تعالی میگوید که ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین. الله سبحانه و تعالی میگوید ولنبلونکم، یعنی حتما ما شما رو امتحان میکنیم. چرا امتحان میکنیم؟ حتی نعلم المجاهدین. الله میگه تا این که ما مشخص کنیم و معین کنیم مجاهد را، مجاهدین منکم و صابرین، انسانهای مجاهد را از بین شما و انسانهای صبر کنندگان را در بین شما ما مشخص و معین بکنیم. از این حساب الله سبحانه و تعالی میگه که ما شما را آزمایش میکنیم. اصلا الله سبحانه و تعالی میداند از بین ما کی مجاهد است و کی صابر است. الله جل جلاله را بیشک شما این را میداند، اما الله سبحانه و تعالی این را در عمل همچنین نشان میدهد که از بین این بندگان کدامش در عمل همچنین دیگرها هم ببینند که کدامش مجاهد واقعی هست و کدامش صابری واقعی و صبر کننده و تحمل کننده واقعی می باشد. همچنین الله سبحانه و تعالی در عمل در ظاهر نشان میدهد، حتی نعلم، تا اینکه مشخص بکنیم، تا اینکه آشکار بکنیم، تا اینکه معلوم بکنیم. میگوید مجاهد را، یعنی که در ظاهر معلومش کنیم، اما در باطن الله سبحانه و تعالی همه را میداند که کی مجاهد است و کی صابر است و کی در کدام حالت است. الله سبحانه و تعالی از همه اینها با خبر می باشد. پس در اینجا معین کردن و مشخص کردنی ظاهری است، در باطن الله خودش خبر دارد. خب این بود سوره محمد آیت 31 و آخرین آیت که امام نووی رحمه الله در زیر باب صبر، سومین باب کتاب ریاض الصالحینش آورده است. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید که والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضله کثیرة معروفة. میگوید که آیات، یعنی آیات ها در مسئله امر کردن به صبر، آیات های درباره صبر و بیان فضله و همچنین بیان کردن فضیلت صبر کردن کثیرة معروفة، یعنی خیلی فراوان و زیاد و معروف و مشهور است که این را میدانند اهل علم که درباره صبر و فضیلت صبر و امر به صبر چقدر آیات ها زیاد می باشد. ببین که امام نووی رحمه الله در زیر این باب 6 آیت درباره صبر آورده است. باز میگوید که اگر که درباره صبر همه آیات ها را بیاریم خیلی زیاد می باشند و خیلی فراوان می باشد درباره صبر و در بیان فضیلت صبر. پس این بود آیات ها، با همین آیات ها به آخر رسید. اکنون امام نووی رحمه الله در قسم حدیث های باب صبر میگذرد. اولین حدیث باب صبر حدیث 15 از کتاب ریاض الصالحین، از حدیث 25 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 25 از کتاب باغ نکوکاران می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث 25 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 1 از باب صبر میگوید که وعن ابی مالک الحارثی وعن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال، میگوید که از ابو مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الطهور شطر الایمان، یعنی طهور یعنی پاکی و پاکیزگی، این نصف ایمان انسان است. نصف ایمان این پاکی و تازگی می باشد.
والحمدلله تملأ المیزان. و کلمه الحمدلله یعنی ذکر الحمدلله این ترازوی ثواب رو پور میگرداند. تملأ المیزان یعنی ترازوی عمل را در روز قیامت این کلمه الحمدلله پور میگرداند. و سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. پس کلمه سبحان الله و کلمه الحمدلله این دو ذکر دیگر میگد هر دو یک جا پر میکنند یا پر میکند هر یک کدامش جدا جدا آن مسافه که بین آسمان و زمین هست. اون مسافه که در بین آسمان و زمین هست با این بزرگیش این را پر از اجر و پاداش و پر از ثواب میگرداند. گفتن چی؟ گفتن سبحان الله والحمدلله. یا هر یک کدامش به اندازه آن مسافه که بین آسمان و زمین هست انا همون قدر اجر و پاداش برای گویندهش می آرد. و صلات نور و نماز نور می باشد. نماز نور می باشد، نماز روشنی می باشد. یعنی که وقتی که انسان در جای تاریکی باشد رهگم میزند، دیگر نمیداند کجا چقری است و کجا بلندی است و چی طور است، از پیش پاش چی میبروید نمیبیند. وقتی که اگر روشنی باشد پیش پایش را میبیند. پس نماز انا همین طور برای انسان پیش پایش را روشنی میکند و انسان را باز می‌دارد از رفتن در راه‌های کج، یعنی در گناه و معصیت و در کارهای نادرست. نماز باز می‌دارد. چطوری که میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان را باز می‌دارد از کارهای ناشایسته و نادرست. پس نماز نور است و همچنین عالما میگن نور است در روی انسان نمازخوان. پس دقت بده، انسانی که نماز میخواند، انسانی که نماز نمیخواند، تحت روی انسان نمازخوان نورانی است و تحت روی انسان بی نماز بگم ناخوب است و ناجور است یا که کبود است که انسان نمیتواند به تحت روی اون دقت بدهد. پس نماز نور میباشد، اولا که انسان را از راههای نادرست باز میدارد و دوما نماز در روی انسان روشنی و زیبایی را می آرد. و صدقه برهان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که صدقه دادن این برهان است، دلیل است در روز قیامت و در دنیا. پس هر انسانی را که میبینه در این دنیا صدقه میدهد، پس این دلیل ایمانداری اون انسان است بر روز قیامت که میداند که این صدقه های دادش به فایده روز قیامتش است. و صدقه برهان، پس معناش همین است در این دنیا کسی را که دیده شما صدقه میدهد، پس این صدقهش دلیل است که این انسان قیامت را قبول دارد و به قیامت ایمان کامل دارد که برای ذخیره قیامتش صدقه داده ایستاده است. و همچنین صدقه دادن دلیل است در روز قیامت. در روز قیامت انسان صدقه کننده با خود دلیل دارد که ای الله، من در دنیا ایمان کامل به این روز را داشتم که ببین مال و ثروتم را در راه تو دادم برای این روز، برای روز قیامت. پس صدقه برهان و دلیل می باشد هم در دنیا هم در قیامت. و صبر ضیاء، و صبر کردن ضیاء می باشد. پس دقت بدید، ضیاء یعنی چی؟ ضیاء یعنی که روشنی. پس گو و صلات نورون، نماز نور است. صدقه چی است؟ صدقه ضیاء هست. ضیاء یعنی چی؟ یعنی روشنی. پس فرق بین نور و ضیاء در چی است؟ فرق بین نور و ضیاء در چی است؟ چرا الله گفت که نماز نور است و صدقه ضیاء هست؟ هر دوش به تاجیکی ما ترجمهش میکنیم که روشنایی و روشنی و نور هست، اما در زبان عربی فرق است بین نور و بین ضیاء. ضیاء آن روشنی را میگوید که همراه خودش گرمی دارد. روشنی که همراه خودش گرمی داشته باشد او را میگویند ضیاء. پس اون میشود ضیاء. اما روشنی که با خودش گرمی نداشته باشد یا فقط روشنایی تنها باشد او را میگویند نور. پس الله سبحانه و تعالی میگه که و صبر ضیاء، و صبر ضیاء هست.
چرا گفت ضیا هست؟ یعنی که انسان وقتی صبر و تحمل میکند حالتی هست که بسیار بگم به حرارتش بلند میشود، انسان حرارتش زیاد میشود و میخواهد چیزی بگوید اما صبر میکند، خودش رو میدارد. از این حساب است که الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و صبر ضیاء، صبر کردن این ضیاء و روشنی و نور میباشد. و القرآن حجت لك و علیک، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که قرآن حجت برای تو است یا بر ضد تو است. یعنی قرآن حجت برای تو میباشد یا بر ضد تو میباشد. یعنی چی؟ حجت برای تو است یعنی به فایده تو هست یا حجت بر ضد تو هست. پس قرآن از دو حالت خالی نیست. قرآن از دو حالت برای هر یک بنده خالی نیست. قرآن یا در روز قیامت می آید به فایده تو شهادتی می دهد، یا قرآن در روز قیامت می آید بر ضرری تو شهادتی می دهد، بر ضد تو شهادتی می دهد. پس قرآن از این دو حالت خالی نیست. اگر که قرآن بی‌طرفی برای بعضی ها نشان میداد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیانش میکرد که قرآن سه حالت دارد، یا به فایدت یا به ضررت یا بی‌طرفیش بیان میکند. اما قرآن این طور نیست. قرآن حجت لک و علیک بس، یعنی قرآن یا به فایده تو شهادتی میدهد و تو را داخل جنت میگرداند، یا بر ضد تو شهادتی میدهد و تو را در غضب الله و به جهنم گرفتارت میکند. از این دو حالت بگیم خلاص خوردن نمیتواند انسان از قرآن. پس در این دنیا باید سعی و کوشش کرد که قرآن را شاهد خود قرار داد، یعنی با تلاوت کردن، با عمل کردن و با تدریس و تعلیم و برای با دیگرها رساندن باید قرآن را ما به فایده خود شاهد قرار بدهیم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که کل الناس یغدو، یعنی همه مردم یغدو، یعنی که صبحگاه از خانه می براید. همه مردم صبحگاه از خانه می براید. فبائع نفسه فمعتقها، می فروشد نفس خودش را به الله جل جلاله، نفس خودش را می فروشد. فمعتقها، پس نفس خودش را از آتش دوزخ آزاد می کند. او موبقها، یا نفس خودش را هلاک میکند. یعنی انسان وقتی که سحر از خوابش میخیزد، این هم انسان از دو حالت بیرون است. یا نفس خودش را به الله تجارت میکند، با الله معامله میکند، به الله میدهد و از قانون و قواعد گذاشته الله دور نمیشود. پس معتقها، نفس خودش را آزاد کرد از آتش دوزخ. یا انسانی که سحر میخیزد از خانه میبراید، نه پروای حلال دارد و نه حرام، نه پروای جایز دارد و نه ناجایز، پروای این چیزا را نمیکند. هر چیزی که به دستش خورد به دهنش یا به خانهش میارد برای زن و فرزندش. پس این انسان موبقها، یعنی هلاک کننده نفسش میباشد، نفس خودش را هلاک میگرداند این انسان به سبب این بی اهمیتیش. پس انسان باید معامله را با نفس با کی بکند؟ با الله جل جلاله، که با الله این معامله را انجام بدهد. هر فرمانی که الله براش داده است اون را اجرا بکند تا اینکه سربلند و موفق باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. پس شاهد از این حدیثی که امام نووی رحمه الله در اینجا آورده است همین است که و صبر ضیاء، یعنی که صبر روشنایی می باشد. صبر روشنایی می باشد. چطوری که الله سبحانه و تعالی در سوره یونس هم میگوید که هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یعنی الله که آفتاب رو ضیاء گرداندگی است، یعنی هم روشنایی و هم گرمی میدهد آفتاب. والقمر نورا، آفتاب مهتاب باشد فقط روشنایی میدهد و گرمی نمیدهد. از این حساب است که علما میگویند فرق است بین ضیاء و نور. ضیاء یعنی که روشنایی با گرمی هست و نور فقط روشنایی به گرمی را میگویند. و همچنین در مسئله نماز
که نور است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید که من حافظ علیها، یعنی هر کسی که نمازها را محافظت بکند، کانت له نورا، برای اون انسان نمازخوان این نمازش نور میگردد، و برهانا، و دلیل میگردد این نمازش، و نجاتا یوم القیامه، و سبب کامیابی و پیروزی صاحبش میگردد این نماز. و من لم یحافظ علیها، و هر کسی که نماز را دقت نداد، نماز را در وقت خود نخواند و اهمیت به نماز نداد، لم تکن له نورا، پس اون انسان میگه نور ندارد، ولا برهانا، و اون انسان دلیل برای خودش ندارد، ولا نجاتا، و اون انسان در روز قیامت سبب کامیابی با خودش ندارد. و حشر مع فرعون و هامان و قارون و ابی بن خلف، و زنده گردانده می شود این انسان همراه فرعون و هامان و قارون و ابی بن خلف، در روز قیامت محشور می شود و زنده می گردد انسانی بی نماز، انسانی که نماز نمی خواند. با این کفار، با این کافران، با این رؤوس کفار در روز قیامت محشور خواهد گشت. پس این بود حدیث 25 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث یکم از باب صبر. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت میکند. امام مسلم در زیر حدیث 534 در صحیح مسلمش میارد و امام احمد هم این حدیث رو در مسندش میارد، حدیث 22902 در مسند امام احمد ابن حنبل. این بود حدیث یکم از باب صبر. بعد از این حدیث دوم از باب صبر و حدیث 26 از کتاب ریاض الصالحین از کتاب باغ نیکوکاران. و عن ابی، امام نووی رحمه الله میگه که و عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی الله عنهما، میگه که از ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی الله عنهما روایت است که گفتند ان ناسا من الانصار سألوا رسول الله صلی الله علیه و سلم فاعطاهم. هر آینه میگه مردم از انصاری ها سألوا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که درخواست مال کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله میگه فاعطاهم، آن درخواستشون رو برآورده کرد. هر چیزی که از رسول الله خواستند پس رسول الله برای اونها داد. ثم سألوه، باز مردمی انصار میگه بعضی از انصاری ها بار دوم از رسول الله پرسان شدن، فاعطاهم، باز رسول الله صلی الله علیه وسلم اون درخواستشون رو برآورده کرد. حتی نفد ما عنده، تا اینکه میگه تمام شد آن چیزی که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی که آن چیز نزد رسول الله بود اونها همه تمام شدن. فقال لهم حين انفق كل شيء بيده، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اون مردمی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم درخواست میکردن چیز را، برای اونها گفت. حين میگه فقال لهم، پس گفت برای اونها حين انفق كل شيء بيده، وقتی که هر چیزی که در نزدش بود اونها را انفاق کرد و اونها را داد با دستان خودشو. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما یکن عندي من خیر فلم ادخره عندكم. ما یکن عندي من خیر، گفت هر آن چیزی که خیری که مالی که در نزد من می بود، فلن ادخره عنکم، یعنی که من او را از شما باز نمی داشتم، من از شما او را پنهان نمی کردم. یعنی هر چیزی، هر مالی که در نزد من بود پس من اون را از شما منع نمی کردم، شما را از اون چیز باز نمی داشتم. و من یستعفیف، رسول الله میگه هر کسی که سوال نکند، یعنی هر کسی که طلب عفت و پاک دامنی بکند، از سوال کردن، از طلبیدن و از خواستن، یعفه الله، الله سبحانه و تعالی عفیف و پاک دامن میگرداند او انسان را. یعنی پاک دامنی بکن، صبر و تحمل بکن، دست به نزد کسی دست طلبیدن، دست کمک دراز نکن برای درخواست کردن مال چیزی. یعفه الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم که عفیف و پاک دامن نگه می‌دارد انسان را که دست دراز نمیکنه، یعنی که از روی عفت، از روی پاک دامنی از مردم
چیزی درخواست نمی کند. و من یستغنی یغنیه الله، و هر کسی که به نیاز نشان میدهد خودش را، یغنیه الله، الله جل جلاله اون را به نیاز میگرداند. یعنی که بسیار مردمی هست که محتاج به چیزی هست اما خودش را به نیاز، گویا که محتاج به چیزی نیست، بگیم بیان میکند و آشکار میکند گویا که به چیزی احتیاج ندارد. یغنیه الله، این طور انسان را میگه الله خودش به نیاز میگرداند از همه چیز. و من یتصبر یصبره الله، یعنی هر کسی که صبر میکند، صبر در خودش به وجود میارد، یصبره الله، الله جل جلاله اون انسان را توفیق صبر کردن میدهد. یعنی هر انسانی که یتصبرو، یعنی خودش را مجبور میکند که صبر بکند، با صبر کردن خودت را مجبور کردن را میگوید یتصبرو. یعنی هر کسی که خودش را با صبر مجبور میکند که صبر بکند، یصبره الله، الله جل جلاله اون انسان را توفیق میدهد که در این صبری که خودش را مجبور کرده ایستاده است پایدار و استقامت و پابرجایی را و ثابت قدمی را بچشد و ثابت قدم بماند در این صبرش، اگر که انسان خودش صبر را تحمل که بگیم در خودش مجبور کند. و ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و ما اعطی احد عطاء خیرا، یعنی که و داده نشده از کسی بخشیش عطای بهتر یا وسیعتر از صبر دادیده. یعنی که هر انسانی که صبر دارد پس اون بهترین چیز رو الله براش دادگی است، و هر انسانی که صبر دارد پس اون انسان وسیعترین چیز را با خودش دارد که اون انسان صبر و تحمل را با خود دارد. یعنی که صبر کردن یک مسئله بسیار بزرگ و یک مسئله بسیار عظیمی می باشد که هر انسانی که صابر باشد پس الله سبحانه و تعالی برای اون بخشش زیاد دادگی است، بهترین چیز را برای اون انسان دادگی است. این حدیث متفق علیه می باشد. امام بخاری این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 1469 و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 2424 و امام احمد هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 11890. پس این بود دومین حدیثی باب صبر و حدیث 26 از کتاب ریاض الصالحین از کتاب باغ نکوکاران. بعد از این سومین حدیث از باب صبر و حدیث 27 از کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 27 کتاب ریاض الصالحینش میفرماید که و عن ابی یحیی صهیب بن سنان رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو یحیی صهیب بن سنان رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عجبا لامر المؤمنی، عجبا لامر المؤمنی، یعنی که تعجب آور است و شگفت انگیز است. امر المؤمنی یعنی کار مؤمن. این امره کله له خیرون، میگه هر کار مسلمان، هر کار مؤمن برای مؤمن خیر می باشد. ولیس ذلك لاحد الا للمؤمن. رسول الله میگه کسی این صفت را با خود ندارد، کسی ولیس ذلك یعنی که ممکن نمی باشد این طور این حالت لاحد برای کسی الا للمؤمن، مگر فقط و فقط برای مؤمن است که همه حالتش براش خیر می باشد. میگه این اصابته سراء، اگر که اون انسان روی بدهد و اون انسان را برسد سراء یعنی چیزی که خرسندش میکند، فراخی و آسانی اگر برای اون انسان برسد، شکره، اون انسان مؤمن چیکار میکند؟ شکر میکند. یعنی بهترین حالت حال مؤمن است که اگر چیزی که خرسندش بکند، فراخی و آسانی و خوشی بالای سرش بیاید، شکره،
پس این مسلمان، این مؤمن شکر الله را میکند برای این چیزی خرسند کنندش براش آمده است. فکان خیرا له، پس این شکری کردگیش برای مؤمن خیر می باشد. و این اصابته ضراء، و اگر برسد به انسان ضراء، یگان سختی، ناخوشی، مشکلات بالاش بیاید، میگه صبره. انسان مؤمن چیکار میکند؟ صبر میکند، تحمل میکند، نفس خود را خوب میدارد، نفسش را باز میدارد از بگیم از ناشکر کردن یا از تقدیر ناراضگی بیان کردن، نفس خودش را میدارد. فکان خیرا له، پس این همه برای اون انسان خیر می باشد که این انسان صبر کرد. از این حساب است که رسول الله میگه که عجب از حال مؤمن که چی خوبی بیاید بالاش خیر است، چی بدی بیاید بالاش همچنین خیر می باشد، که در حال خوبی شکر الله را میگوید، در حال بدی و در حال سختی همچنین صبر و تحمل میکند. چطوره که ما و شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونیم وقتی که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم خوبیا و خوشیا می آمد، رسول الله میگفت الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات، یعنی حمد و ستایش الله را که با نعمت خودش پره میگرداند صالحات را. حمد و ستایش الله را میگفت. و هر وقتی که بالای رسول الله یگان مشکلات می آمد، پرابلم ها می آمد، سختی می آمد، رسول الله چی میگفت؟ میگفت الحمدلله علی کل حال، یعنی حمد و ستایش الله را میگیم به هر صورتی که باشیم، در هر حال باشیم، حمد و ستایش الله را میگوییم. پس باید مؤمن این عادت رو با خود داشته باشد که همیشه حمد و ستایش الله را بجا بیارد، خرسندی بالاش بیاید، شکر الله را بجا بیارد. وقتی که وزمینی و سختی و مشکلات و پرابلم ها بالاش میآید، باید صبر را پیشه بکند. این حدیث را رواه مسلمون، امام مسلم روایت کرده است در زیر 7500 در کتاب صحیح مسلم، و امام احمد هم این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 18934 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل. این بود حدیث سیوم از باب صبر و حدیث 27 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث چهارمی باب صبر را و حدیث 28 از کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 28 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از انس رضی الله عنه روایت است که گفت لما ثقل النبی صلی الله علیه و سلم، پس زمانی که میگه بسیار سخت بیمار شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جعل یتغشاه الکرب، پس میگه کرب و درد و غم میگه بیهوش میگردونید رسول الله صلی الله علیه و سلم را. جعلن شروع کرد میگه یتغشاه الکرب، پس کرب و درد و سختی ها میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیهوش میگردونید. فقالت فاطمه رضی الله عنها، پس فاطمه رضی الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن و کرب ابنا و کرب ابتاه، گفتن که ای وای رنج و سختی بر سری پدرم، ای وای، یعنی که بگیم اظهار کردن که ای وای این قدر سختی ها و درد که بالای پدرم می آید. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لیس علی ابیک کرب بعد الیومی، میگه گفتن که بالای پدری تو دیگر سختی و درد و مشکلات بعد از امروز دیگر وجود ندارد. یعنی که امروز آخران روز حیات نبی صلی الله علیه و سلم در این دنیا هست، روز جانتیش رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را گفت. میگه فلما مات، پس زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جان به حق تسلیم کرد، وفات کردن، قالت، حضرت عایشه حضرت فاطمه رضی الله عنها دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن یا ابتاه، گفتن که ای وای پدرم، ای وای پدرم، اجاب ربا دعاه، اجابت کرد
لبیک گفت پروردگار را که دعاه، اون پروردگار پدرم را دعوت کرد. یعنی چی؟ یعنی که جان به حق تسلیم کرد و نزد پروردگارش رفت. یا ابتاه، گفت ای وای پدرم، جنت الفردوس مأواه، گفت جنت الفردوس جایگاه پدرم هست. یا ابتاه، گفت ای وای پدرم، الى جبریل ننعاه، گفت با جبرائیل علیه السلام این خبر رو میرسانیم که پدرم جان به حق تسلیم کرد. فلما دفن، پس زمانی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفن کرده شد، قالت فاطمه رضی الله عنها، پس فاطمه رضی الله عنها میگه گفت که اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم التراب، گفت آیا خوش شد، آیا دل شما شد، آیا خوش گذشت برای شما که ان تحثوا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم التراب، این که شما بریزید بر بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم خاک را. یعنی آیا دل شما شید که بر بالای رسول الله وقتی در قبر گذاشتید بالای رسول الله شما خاک را بریزید؟ آیا دلتان شد؟ آیا خوشتان آمد این کار که شما این کار را کردید؟ رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس امام بخاری این حدیث را در کتاب بخاریش در زیر حدیث 4462 می آورد و امام احمد هم این حدیث را در مسندش می آورد در زیر رقم 12434 در مسند امام احمد ابن حنبل این حدیث همچنین آمده است. پس این بود حدیث چهارم از باب صبر و حدیث 28 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث پنجم از باب صبر را می آورد که حدیث 29 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. این حدیث را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در اینجا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.